اینجا چقدر خوشگله. راست میگی، این بهشت میمونه. حالا نمیخواد شاعر بشی بس من. بیا. چی کار داری میکنی؟ دارم لخ میشه. واسه چی؟ سوال قشنگی بود. اول میرم تو دریا، بعدش تو دریا یه پری دریایی پیدا میکنم، بعد دست اونو میگیرم و میبرم اون پشت مشت. خب معلومه دیگه گرممه، میخوام برم خنک شم. راست میگی، کاش با خودمون مایه هم میآوردیم. تو خیلی با کلاسیا. میخوای دریا رو بیارم تو رخت خوابت؟ توقع داری با لباس زیر برم تو آب آخه؟ داداش گلم بیا حالا که تا اینجا آمدیم یه تنی به آب بزنیم، وگرنه پشیمون میشی. بعدش هم با آفتاب خشک میشیم، یه خوردم تازه برنزه میشیم. نه خوبه دیگه، ناز نکن بابا. زود باش. بیا زود باش. صدا رو شنفتی؟ کدوم صدا پسر؟ همین دیگه. اینجا که کسی نیست. احتمالاً پرنده چیزی. به جون خودم اسم میکنم صدای اون دختره رو شنیدم. کدوم دختره؟ بابا همون دختر وحشیه دیگه. اون الان عین املت شده دیگه، جرئت نداره طرف ما بیاد. به خدا از این دختره هر چی بگی برمیاد، هر چی بگی. چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ اون فقط یه دختر دهاتیه. الان بهتون نشون میدم املت چیه، دختر دهاتی کیه. آها سب کن. هی سلام. دختر جون تو ما رو تعقیب میکنی، هر جا هستیم سر و کلت پیدا میشه. چی شد؟ کجا میره؟ ظریفه وایسا، جون خودم سوء تفاهم پیش اومده. ظریفه نه جونم، وحشی املت، بله دهاتی، الان بهتون نشون میدم. میشه ازت خواهش کنم جون مادرت نری؟ دختر جون کجا داری میری؟ ای چون روحه. ظریفه خانم کارتون اصلا قشنگ نیست. چی میگی تو بابا؟ چرا ادای با کلاسا رو در میاری؟ ببن بابا، میخوام تحت تاثیر قرار بگیره. اینجوری تحت تاثیر قرار نمیگیری، بعد با اون وحشیانه برخورد کنی، خشن حرف بزنی، میفهمه چی میگی. کدوم زنی آخه اینجوری رام میشه ها؟ حالا میبینی، بعد بهش نشون بدی که واسش ارزش قائلی. بابا این پرت و پلا رو ولش کن. الان بگو با این ریخت و قیافمون چیکار باید بکنیم ها؟ سوال قشنگی بود، باید چیکار کنیم؟ کموده اینا بهمون بکن. خسته نباشی. ممنون. آهای اینجا چه خبری؟ برای چی وسط روستا دارین لخت میچرخین ها؟ ما اینجا زن و بچه داریم، الان حسابتون رو میرسم. وایسا. این بگی که اومد. شما ها دیگه خیلی پرروش شدی. من با کی حرف میزنم ها؟ صورتی جون مگه با تو نیستم؟ تو از همه خواهر برادرات بزرگتری بابا. 10 بار بهت گفتم حواست به اینا باشه. آخه چرا حرف منو گوش نمیدی؟ نمیخوای به حرف من گوش بدی؟ جوابمو نمیدی؟ تو آسمونا دنبالتون میگشتم. با من بودی؟ بله با شما بودم. چرا نداره، دلیلش مشخصه. از من اشتباه گرفتی. برو پی کارت داداش، برو. به خدا داری دلمو میشکن. میخوای دست از دلت بردارم سرتو بشکنم ها؟ برو پی کارت ببینم. هم خیلی زیبایی هم خیلی بامزه‌ای. به خدا ما برای هم آفریده شدیم. چی داری میگی؟ این پرت و پلاها چی ها؟ برو پی کارت. امروز کار من فقط شمایی عزیزم. خب بگو، متوجه شدم. انگار زنده بودم برات زیادیه. دوست داری بمیری ها؟ نظرت چیه؟ دوست داری بمیری؟ نمیخوام بمیرم، میخوام ازدواج کنم.
چی؟ ناز نکن جونم، تو هم دلت میخواد. دیگه دارم دیوونه میشم. این حرفا عصبیم میکنه. دلت چی میخواست ها؟ ازدواج. من از شما خوشم میاد خانم محترم. خانم محترم حتما یه اشتباهی شده. من که اینجا هیچ خانم محترمی نمیبینم. نگاه کنی اینجاست، خیلی هم به هم میای. دستتو بکش ببینم مرتی که دنبال چی میگردی ها؟ خجالت نمیکشی به دختر مردم دست میزنی؟ خیلی خوبه، با حال دعوا نکنین، این مشکل منه. برو شو. بدو ببینم. بدو. تو مگه دیوونه ای دختر؟ اگه نمیخوای ازدواج کنی پس چرا تو اینترنت آگهی ازدواج گذاشتی؟ دختر یه دیوونه. آخه قبول نیست و دیدی. یه بار دیگه اینجا ببینم حالتو میگیرم ها. ای بابا. دیوانم کرد. آگهی شوهریابی گذاشتی تو اینترنت؟ یعنی اینقدر بدبخت شدی؟ گوش کن بچه، کاری نکن حرسمو سر تو خالی کنم ها. تو چرا دیوونه بازی در میاری؟ داش میخورد تو سرم. پس چی؟ شک نکن بعدی میخورم وسط کلت. یکم این فک تو ببندی مجبور نیستی ور 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 کنی. نگران نباش، من به کسی نمیگم دنبال شوهر میگردی. آها، نگران نباش، منم به کسی نمیگم که وسط روستا داشتی با لباس زیر میگشتی. دختره یه خلوچلو نگاه. پسره بیریخ، پسره بیعقل. خدا شفا بده. بیریخ جون. صبری هم به مادر بیریخ پدره. بیریخ 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 بیریخ. ببینم خدیجه تو اینجا چیکار میکنی ها؟ چی کار داری؟ تو نوبت نشستم. مختار تو هم میخوای فال بگیری؟ فال دیگه چیه؟ نه خیر فال مال نداریم ما. گوش کن مختار، تا جلوی مردم آبروتو نبردم برو دنبال کاره. زود باش برو دیگه، برو برو. بذار شب بشه نشونت میدم خانم. آقا شناسی ببخشید این پسرای شما همینجوری وسط روستا دارن لخت میچرخن بابا. منم معصوم نداشتم بهشون گفتم این مسئله خیلی داره کشدار میشه. جوونن دیگه، حتما داشتن با هم شوخی میکردن. خب اگه شوخیه برین تو خونه‌تون شوخی کنین. یعنی چی؟ روستایی ما قوانین خودشو داره، قاعده خودشو داره، بابا بزرگتر داره، رسم و رسوم داره. ما نمیتونیم این چیزا رو قبول کنیم آقا، اصلا نمیتونیم. بلند شین بساطتون رو جمع کنین. اهالی هم آوردم که بدرقتون کنین. پاشین. اتفاقا امروز میخواستیم بریم ولی یه مشکلی پیش اومد. میشه بگی چه مشکلی؟ چیز شده چی شد؟ بگو بینم. ماشینمون دیگه خراب شد. من از این حرفا حالیم نمیشه. امروز باید بریم. ای بابا میگم ماشین خراب شده، متوجه نمیشی؟ اون دیگه مشکل توه. همین امروز باید از اینجا جمع کنین و برین. به تو چه ربطی داره؟ هر کاری دلم بخواد میکنم. اگه بخوام میرم، نخوامم نمیرم. اصلا همینجا خونه میگیرم و میمونم. امکان نداره. حق نداری اینجا بمونی. آخه برای چی؟ از بیرون میان برای ثبت جمعیت واسه همین سکته. آخه چرا نداره دخترم. خب به غیر از چند تا از مردم همین روستا کی به این رنگ میداد؟ راست میگینا، به خاطر انتخابات نمیخواد توریست برای روستا جذب کنه. اینا همش بازی سیاسته. این اگه انتخاب نشه قطعا خودکشی میکنه. نگاش کن. با توجه به تصمیم و نظر اهالی روستا و قانون 182 در روستای شیپیلداگ غریبه ها نمیتونن ساکن بشن. به همین راحتی نمیتونن اینجا باغ و زمین بگیرن. فهمیدین چی گفتم؟ نه بابا، برای چی؟ برای اینکه زندگی طبیعیمون خراب نشه، برای اینکه هرج و مرج نشه آقا جون. همه خداشونه اینجا شلوغ بشه. توریست یعنی شهرت آقا مختار، توریست یعنی مانی پول. آقا شناسی ما دنبال مانی و پول نیستیم. همین که اینجا آرامش داشته باشیم برامون کافیه. آره مختار جانم، تو از جون این بیچاره‌ها چی میخوای ها؟ اینجا رو نگاه. تو دیگه ساکت شو، رئیس اینجا منم. این چه طرز حرف زدنی؟ نه خیلی خانم ما اشتباه متوجه شدیم. من داره بیرون میکنه. آره ما بیچاره داره بیرون میکنه. بزنیدش از خدا بیخبر. بزنید بیرون میگه خانم. بابا حرفاشو باور نکنید. بجایی همین آقا مختار. داداش سلیمان، داداش سلیمان، میخوام یه چیزی بهت بگم. داداش سلیمان. چی میگی؟ ای سلیمان میکنی؟ داری اسممو حفظ میکنی؟ داداش سلیمان، یه خواهشی ازت داشتم.
میخواستم باید حرف بزنم. مگه کوری؟ دارم اذان میخونم. 2 ساعت هی داری واسه من ادا در میاری. توبه توبه توبه. دیگه کلافم کردی پسر جون. حق داری داداش سلیمان، واقعا شرمندم. در ضمن خدا قبول کنه خیلی خوب خوندی، اما یه خورده هیجان دارم، برای همین اینطوری کردم. حرفتو بزن پسر. الان مردم میان دیگه. باید نماز جماعت رو شروع کنی. داداش سلیمان، از بچگی هم تو منو میشناسی هم من تو رو میشناسم. همه مردم روستا تو رو دوست دارن، برات احترام قائلن. دستشون درد نکنه. بابا سالم تو رو خیلی دوست داره، خودت هم که میدونی حرفتو گوش میده. فهمیدم عثمان، همه دوستم دارن. برو سر اصل مطلب پسر جون. چه خبر شده؟ سلیمان و عثمان دارن حرف. ساکت شد آقایون، بذارین گوش بدیم یک کم بخندیم. یه خواهشی ازت دارم، میخوام یه خوبی در رقم کنی داداش سلیمان. دیگه داری کشش میدی یا هر چی میخوای بگو دیگه. من کلی کار و زندگی دارم، میذارم میرم. نه داداش سلیمان صبر کن. ببین داداش سلیمان، بابا ساله افتاده رو دنده یه لج. میدونی که تا ظریفه رو شوهر نده نمیخواد امینه رو بده به من. تعجب به چی زل زدی؟ صدا داره از بلنگو میاد، ببینی؟ عثمان میگه تو خیلی لجبازی، صداشو میشنوی؟ داره پشت میکروفون میگه. میدونی چی میخوام ازت؟ میشه بگی عاشقا رو از هم جدا نکنید؟ زندگی حق طبیعیه، نباید بانه ازدواج جوونا شد. اگه کسی تشکیل خانواده بده به درگاه خدا عزیز میشه. میخواستم خواهش کنم یکی از این حرفا رو بزنی، اینطوری شاید برای منم فرجی شد داداش سلیمان. آفرین به تو استاده. آخه من چطور به ذهنم نرسیده بود؟ خدایش بنده ای رو به این روز دوچار نکنه. چقدر توبه دیگه داری دهن منو باز میکنی. بلم کنه بابا، بلم کنه. آروم باش. ساله جان منو باش. میگم این میکروفون کجاست؟ منم میخوام یکم حرف بزنم. با فاطمه حرف دارم. بابا با اعصاب من بازی نکن. بیا بریم ببینم. خیلی خوب، نمازمو بخونم. نماز چیه؟ غذاشو میخونه. بیا. میخوام میکروفونو ببینم. میگم بیا بریم خونه نمازتو بخون دیگه. بعدا در موردش حرف میزنیم. نماز بیا بریم. بعدا با هم حرف میزنیم آقایون. بریم. داداش سلیمان قربونت برم، این لطفو در حق من بکن. به خدا اگه این کارو بکنی یک درس یا 100 در آخرت ثواب. این دیگه کیه؟ میخواستی کی باشه؟ عثمان احمق. بعد عمری میخواستی یه کاری کنی اونم گند زدی. گند از دست تو عثمان، به خدا قسم کردی از بس حرف زدی. موبایلم داره زنگ میخوره. داداش سلیمان تو رو خدا ببخشید، امینه داره زنگ میزنه. البته امینه همه چی رو میدونست میخوام با تو حرف بزنم. جواب بده. گناه که نمیشه. امینه چطوری باقلوای من؟ اصل من چطور باشم؟ دارم دیوونه میشم. خدا بگم چی کارت نکن عثمان. چرا تو این روز مبارک منو نفرین میکنی؟ زشته به خدا امینه. هنوزم داره حرف میزنه. یه دقیقه ساکت شو پسر. معلومی که باید حرف بزنم خوشگلم. چرا نباید حرف بزنم؟ اتفاقا داداش سلیمان هم اینجاست. قراره مشکل ما رو حل کنیم. اومدم بهش گفتم همه مردم روستا دارن صداتو میشنون. بذار بشنون عزیزم. اتفاقا منم میخوام همه بدونن، برای همین با داداش سلیمان حرف زدم دیگه. حرفایی که با آقا سلیمان میزنی رو میگم همه دارن صداتو میشنون عثمان. کی داره گوش میده؟ چطوری میشنون؟ آبرومون چون یه مردم بردی، خدا ازت نگذره عثمان. وای خاک به سرم داداش سلیمان، یادمون رفته میکروفونو خاموش کنی. بدبخت شدم. با اعصاب خودتو خورد نکن. ولش کن. زبینم اینجا. تکون نخور. تو دیگه کی هستی؟ شناسی. دستتو بگی بالا. زود باش، دستتو بگی بالا. زود باش دیگه. برگرد ببینم. تو اینجا چه غلطی میکنی ها؟ نکنه تو جاسوسی ها؟ نه بابا چه جاسوسی؟ تکون نخور. پیلداک چی بود؟ آها شیپیلداک. تکون نخور. شیپیلداک. تکون نخور. وایسا چیزی میخواد یه چیزی بگم. فاطمه بره مسافرتی. فاطمه؟ شیطون فاطمه رو از کجا میشناسی ها؟ دیدی گفتم درست حد زدی. وقتی اسم فاطمه بیاد در رحمت رود باز میشه.
پسر تو هم که گن زدی با این کارت. از الان بهت بگم عمرن دیگه هیچ شانسی واسه گرفتن این دختره نداری. این حرفو نزن اوه عثمان شنیدم کولاک به پا کردی. همش تقصیر توه دیگه. اگه وحشی بازی در نمی آوردی و به وقتش ازدواج میکردیم بلا سرمون در نمی اومد. گوش کن بچه، به خاطر امینه هیچی بهت نمیگم ها. میخوای بیشتر از این پر رو بازی در نیاری؟ اذیتش نکن، بنزین کافی اعصابش خورده. به من چه که اعصابش خورده؟ مگه من به تو گفتم برو دیوونه بازی در بیار؟ آخه تو چرا اینقدر دختر سنگدلی هستی ها؟ خب من اینجوری هم مشکلی هست؟ اینجوری خیلی هم خوشحالم. ولش کن داداش، اون خر چه میفهمه آدم عاشق چی میکشه؟ بله چون من مثل آدمای عاشق احمق نیستم. آدمای سنگدل هیچ وقت نمیتونن عاشق بشن. آره دقیقاً همینطوره. سلام علیکم. سلام پدر جان. دنبال ظریفه میگردم، شما میشناسینش؟ منم؟ بله بفرمایید. بذار ببینم دختر جان. آره خدا دیگه گفتم که منم. ببین چی میگم، فوق بازنشستگیم اموراتمو میگذره. یه خونه هم دارم، یه دونم باغ دارم، با همینو خوش میگذرونی. خدا بیشترش کنه، به من چه ربطی داره دقیقا؟ من نمیذارم سختی بکشی، وقتی زنم بشی نمیذارم دست به سیاه و سفید بذاری. بلبل من. این چی داره میگه؟ ها؟ پدر جان اون کاغذی یه دقیقه بده من ببینم. بدش ببینم. نوشته من ظریف توپراک هستم، زیباترین دختر شیپیلداکم، مجردم هستم. تا این سن هنوز نتونستم مرد ایدئالم رو پیدا کنم. تا دیر نشده و سنم بالا نرفته خانواده‌ام منو ترشین انداختن، میخوام ازدواج کنم. این عکسمه، آدرسم هم که این پایین هست. با همین اشتیاق منتظر طرفدارام هستم. همین الان عقل بخونی، حاصله ندارم وقتم با این نامزدی لوس بازی ها بگذرونم. آره اصلا نباید وقت از دست بدی، خدا نکرده یه وقت سکته میکنی ها. باور کن الان هرسم و سر تو خالی میکنم ها. این کاغذ از کجا آوردی ها؟ گوش کن. ببین پدر جون، احترام سن و سال تو دارم نگه میدارم که هیچی بهت نمیگم، وگرنه با همین میزدم توی سرت. تو فقط بزن هر جوری دوست داری، بزن گل قشنگم. به ظریف آروم باش دیگه. این چه وضع برخورد با پدرجانه؟ دلش میشکنه یه وقت بعدم پشیمون میشی یا خدا ازتون نگذره. خجالت نمیکشی؟ میخوای کار دست من بدی؟ آره برید ببینم. برید ببینم ها. برو. بام خیلی درد میکنه. ای بابا هنوز خوب نشده؟ نه خوب نشده. اوه خیلی عجیبه. میتونی از اون داروت یه کم دیگه به من بدی؟ یه کم فقط. دارو؟ آره. تو خونه که نداریم، اما بذار ببینم اینجاها دارم ازش یا نه. بذار نگاه کنم ببینم. دوای دردت پیش خودمه، آهان اینجاست پیداش کردم. بیا همینه، بیا. دوای هر دردیه. یادم همچین چیزی ندیده بودم. پدر جان همسنفی ما، منم تو کار اکتشاف هستم. چی کار میکنی؟ منظورم درمان طبیعیه. پس تو هم از این داروها و گیاها سر در میاری؟ آره درسته؟ آره شغلم اینجوری ایجاب میکنه. از این خیلی خوشم اومده. به هم میگه اینو چجوری درست میکنی؟ دستور این یه رازه، به هیچ کس نمیگم. چی میشه حالا اگه بگی؟ به خاطر انسانیت. پس چی فکر کردی؟ منم به خاطر انسانیت نمیگم دیگه. ببین دستور این دارو رو ما به هر کسی که دادیم اتفاقای خیلی وحشتناکی سرش اومده. یعنی اینجوری بگم که همشون رفتن سینه قبرستون. حتما میخوای بگی مرهم نیست و قاتل جونه. برای همینم این یه راز خانوادگیه که به کسی نمیگی. فهمیدی؟ در واقع تو خانوادمونم فقط من میدونم و این دختر ظریفه. ظریفه؟ آره. فشار بده من ببندمش. نمیشه یکم محکم‌تر فشار میدم دیگه. چی کار کنم خب؟ آی همه تخم مرغ شکستن، حالا تو استانبول بدون تخم مرغ چی کار کنیم؟ همه لباسامونم کثیف شد که.
خنگ خدا تو استانبول لباس زیاده، اما تخم مرغ از کجا گیر بیاریم هان؟ راست میگی یا ایلکنور، میگم میخوای مرغو با خودمون ببریم، همونجا تو استانبول برامون تخم میذاره. سحر تو هم یه وقت عقلت کار میکنه ها. رفتنی یه سر میری مرغدونی میندازیمش تو کیف. ای بابا دست شما. 2 دقیقه اومدم استراحت کنم، انقدر خندیدین کلا خواب از سر من پرید. اینجا میدونی که چیه؟ آقا مختار گفت اگه لباسای کهنتون رو نمیخوایم بیاریم بریم به فقرا. داریم اونا رو جمع میکنیم. باشه بی سر صدا جمعش کنیم. من میرم تو حیاط بخوابم. کیکتون در ندا. گود نایت مامان چون. وقت زدم که. چی میگی دختر؟ داری به مامان فوش میدی؟ نادون انگار تو فیلم ها ندیدی این چیزا رو. پول داره همیشه از این حرفا میزنن. فهمیدم. چجب بسته دیگه، الان اعصاب منو خورد نکن. فهمیدی چی بهت گفتم؟ تموم شد رفت. من نامه نوشتم، صبر کن بذار بخونم. الان میخونم. پدر و مادر عزیزم و برادر بی‌خاصیتم، ما میریم استانبول برای خودمون شوهر پیدا کنیم. شما هم راه دیگه‌ای برای ما نذاشتین. هم سن و سالای ما جلوی پنجره منتظر بچه هاشون هستن، ولی ما همچنان چشم انتظار شوهر نشستیم. یه خوردم شما انتظار ما رو بکشین. گود بای. گود بای چیه؟ چرا همه چیو من باید یادت بدم؟ تو نه گود بای بلدی نه گود نایت. بلند شو ببینم. آبروم جلوی همه مردم رفت آبجی آسما. چرا آبروت رفته دختر جون؟ مردم برام به فکر خودشون باشن. نباش امینه جون، مردم حافظشون مثل ماهیه، یادشون میره. نه بابا من خیلی بدبختم، مطمئنم تو خونه میمونم و هیچ وقت ازدواج نمیکنم. کی قراره تو خونه بمونه؟ امینه قراره خونه بمونه. شوخی میکنه عزیزم، ناراحت نکن خودتو. بابا چی شده؟ مشکلی هست؟ ماشین خراب شده. اعصابم به خاطر اون خورده. مجبوریم چند روز دیگه اینجا بمونیم. اینجا میمونیم؟ آخ جونم، خیلی خوشحال شدم. عاشق اینجا. به خدا منم خیلی خوشحال شدم دختر. من میرم بخوابم شفیقه. باشه عزیزم. میگم سوگی، میشه فال خواهرمو بگیری ببینی ازدواج میکنه یا نه؟ لازم نیست این کارو بکنی. غیر ممکنه همچین اتفاقی بیفته. امینه جون شما هم نمیتونی شوهر کنی. نگو. بفهم. اسمش که میاد خودش هم عین جن ظاهر میشه. ببینم تو با من بود؟ آره با تو بودم. میگن آدم حلال زده رو اسمش میاد. فکر کردی من حالی میزم؟ آره تو خوبی. چی میگی تو بابا؟ بس کن دیگه، اینقدر سر به سر من نذار. از صبح تا حالا همینجوری با 1000 نفر سر و کله زدم. چی شده دختر؟ وای میخواستی چی بشه؟ منظورش گوسفند و این چیزاست دیگه، کارای همیشه. میگم ظریفه، بالاخره چیکار کردی؟ تونستی پسر مورد علاقتو پیدا کنی؟ آره پیدا کردم. اول سر تو رو میشکنم، بعد میرم دنبال یکی ای دیگه. بابا حالا چرا اینقدر اعصابت خورده؟ مگه چه ایرادی داره بقیه بفهمن دنبال شوهر میگردی؟ بین خودمون میمونه، نگران نباش. آخه من کی گفته من دنبال شوهرم؟ لابد اون آگهیارم من دادم، درسته؟ آگهی؟ برو بابا ظریفه جون. کجا بره بابا؟ این داره میدوه. باور کن دختر حسین مولتارم میزنه جلو. این حسینی که میگه کیه؟ ببینم مجرده بیاد خواهر منو بگیره. آره حتما میاد میگیره. امینه جان حداقل به دور و برت یه نگاه بکن که بدونی حسین کیه. نیست که خیلی تو میدونی. آره من میدونم. آره تو نادونی. اصلا از این کارو سر در نمیارم. اصلا نمیدونم آگهی چیه. خدا میدونه که کی این کارو کرده. من واقعا موندم تو این کار. ببینم نکنه کار تو بوده؟ یه چیزی بهم گفته بودی؟ خدا نکنه. من نمیتونم جوونه مردم رو بدبخت کنم. باشه. ماشاءالله چه جمع خوبی، چه بحث قشنگی. خیلی خوبه امینه جان، خوشگلم. بیا بریم اون طرف. من با تو حرف نمیزنم. چرا؟ چون نمیخوام. امینه نه وایسا. یا برو امینه کارت دنبالم نیادی که. صبر کن دیگه، لازم کارت نکرده. دارم. امینه خواهش میکنم. عشقم منو بخشیدی؟ نه
اگه بهم قول بدی که یه کاری بکنی شاید بخشیدمت. امینه جان من چیکار کنم؟ بگو چیکار کنم آخه؟ باید برای ظریف شوهر پیدا کنی. وای چرا این به ذهن خودم نرسیده بود؟ پیدا کردم. چی پیدا کردی عشقم؟ چاره راهو پیدا کردم. اون طرفو نگاه. خب چی شده؟ شوهر دیگه. تازه اونم 2 تا. اگه یکی نشد میریم سراغ اون یکی. چطوره؟ میگم واسه چی نمیتونیم بریم داداش؟ خب میگم ماشین خرابه دیگه. بابا تعمیرش میکنیم دیگه. تو برای این ماشین تعمیر کنی؟ اوف. من دیگه یه روزم نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. بچه‌ها مهمون داریم زشته. بذار راحت باشن شفیق جون. منم پسر دارم. اینا جوونن. شور و هیجانشون ماشاءالله زیاده. ببینم این دور و برای کسی هست ماشین رو تعمیر کنه. تو روستا کسی که ماشین نداره. فقط آقا رستم تراکتور داره. میخواین از اون یه سوالی بکنیم؟ مگه نه؟ خوب چیزی به ذهنم رسید. این کار شدنیه. باشه عزیزم ولی تو که بابامو میشناسی گیر داده اینا باید از روستا برن بیرون. آهان تا دیدی نمیتونی؟ از الان داری ساز جدایی میزنی آره؟ عزیزم آخه من چی گفتم مگه؟ فقط میگم یکم دیگه صبر کن شاید این یه چیزا حالیم نیست عثمان. برو با پدرت صحبت کن. یعنی یه جا تو این روستا مال اونا نیست؟ آخ عزیزم من میگم خودم یه کاری میکنم که اینجا بمونن. فقط صبر کن تو. نه من فهمیدم عثمان. تو اصلا خودتو خسته نکن. تو دلت نمیخواد که با من ازدواج کنی. گلم بهارم دل من فقط تو رو میخواد. تو عشق منی آخه.